خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. استاد عینی و راه نوین زندگی من. در سالهای تحصیل دانشگاه و ایفای وظیفه در رادیوی تاشکند، هر باری که به سمرقند می آمدم به خدمت استاد عینی می رسیدم و از حسن استقبال ایشان برخوردار بودم. صحبت بیشتر در اطراف وضع تحصیل و شرایط زندگی دانشجویانه من در موضوع برنامه‌های تاجیکی رادیو جریان می یافت. استاد درباره زبان رادیوی تاجیک، برنامه‌های ادبی و موسیقی، فکر و اندیشه و نکته‌های انتقادی خود را می گفت. سال 1948 به رادیوی تاشکند تاجی عثمان، روزنامه‌نگار و ادیب معروف تاجیک به کار آمد. نام برده از مأموریت خدمت حربی در ایران به تاشکند بازگشته به وظیفه سرمحرر اخبار سیاسی و اطلاعاتی تاجیکی مأمور گردید. وی دستور داد که برای به شنوندگان برون مرزی تاجیک رسیدن برنامه‌ها زبان باید به فارسی ایرانی نزدیک باشد. چنین دستور به قسم ادبی برنامه‌های تاجیکی تأثیری نداشت، اما زبان تاجیکی مقاله و اخبار سیاسی و اجتماعی رنگ گرفت، نه تاجیکی و نه ایرانی. مصلحت و اعتراضهای ما محرران و بعضی رفیقان تاجیک از طرف تاجی عثمان قبول نمی شد. در یک ملاقات عینی با انتقاد سخت از زبان ادبی رادیو گپ سر کرد. من وضعیت را آنچنان که بود نقل کردم. عینی بعد از اندک تأمل گفت: کاری بیهوده می کند تاجی عثمان. اینکه برای گویا مردم ایران شده زبان تازه تاجیکی را ویران می کند. اگر به زبان تازه فارسی تاجیکی خودمان نویسیم و سخن کنیم، هر یک ایرانی زبان ما را می فهمد. اگر کار به همین طرز رود، زبان شما یعنی زبان رادیوی تاجیکی تاشکند نه زبان فارسی ایرانی و نه فارسی تاجیکی می شود. چنین زبان را نه ایرانی و نه تاجیک قبول می کند. دیری نگذشته تاجی عثمان به دوشنبه رفت. به زبان برنامه‌های ما به اصل خود بازگشت. استاد عینی هر شخصی را که به دیدار یا قبول ایشان می آمد در خانه کاری در حولی بیرون استقبال می کرد. این قسم حولی را سال 1936 حکومت تاجیکستان به شرافت 30 سالگی فعالیت ادبی استاد از نو ساخته بود. آن سالها نزاد روزی نویسنده، بلکه فعالیت و خدمت او را از روی شمار سال تجلیل می کردند. در همان سال حکومت تاجیکستان قرار داده بود که به استاد عینی ماشین سبکرو اهدا کند و حولی آن کس را به طرز نو بازسازی کنند. عینی همانا راضی نشده است که حولی قدیم خوش ساخت را تماما ویران کنند. با لایحه و پیشنهاد ایشان تنها قسم بیرونی حولی را بازسازی نمودند. از طرف راست حولی به خشت‌های پخته خانه برای مشغولیت‌های علمی و ادبی عینی برپا کردند. از طرف راست دری درآمد برای ماشین سبکرو گراژ ساختند. گراژ و دروازه درآمد حولی به یک شکل و اندازه از چوب و تخته نصب شده و طرح آن امروز تغییر نیافته است. خانه کاری استاد عینی به طرف جنوب به آفتاب رویه نگاه می کرد. صحن حولی بیرون چندان کلان نبود و از آن با دریچه به حولی درون می در آمدند. میز کاری استاد مثل استالهای کابینت نبود. یک میز چارپایه کلان بود. در پس میز دیوانی نرمی چرمپوشی سیاه بود که استاد بالای آن روی به طرف جنوب یعنی تریزه نشسته کار می کرد. در روی میز سیاهدان با سیاهی بنفش می ایستاد. عینی با رچکه‌ای یا قلم چوبینی که نوک آن پیرای فلزی نصب شده بود می نوشت.
در پهلوی سیاهدان یک پاره لطه سفید بود که با آن نوک قلم را در وقت ضرورت تازه می کرد. هر باری که به این خانه می در آمدم روی میز بجز سیاهدان و کاغذ و دفتری مکتبی چیزی دیگر را کم می دیدم. در خانه شکافی کتاب نبود. در طرف دست راست استاد در دیوار جیوانی بود پوشیده به درهای خرد چوبی سفید رنگ. در آنجا کتاب‌های ضروری استاد هم چاپی و هم دستنویس می ایستاد. تنها باری گشاده شدن این جیوان را دیده بودم. آن وقت برای اثبات یک فکر خود شکاف را گشاده دستنویسی را گرفته به سان شاهد شعر را خوانده بود. از گوشه راست خانه دری بود که از آن استاد به خانه‌های درونی، خانه خواب، خانه فرزندانش می درآمد. در راهروی بین خانه کار و خانه‌های درون حمام واقع بود. استاد قریب روزی دراز و ممکن است ساعت چند از شب در همین خانه کار همینجا به مطالعه و تألیف و تحریر مشغول می شد. مهمان قبول می کرد. با شاگردان و زیارتگران صحبت می نمود. من هم تا سال 1947 تنها در همین خانه کار با استاد ملاقات داشتم. به مرور زمان و گذشت چندین ملاقات بستگی من در سخن و صحبت با استاد گشاده شد و استاد هم با گشاده رویی و معاملات آزاد خود خجالت و استحاله مرا کمتر می کرد. و جز تحصیل و کار و مشغولیتم در رادیو از زندگی همه روزه و شرایط روزگار و خورد و خوراک می پرسید. باری گفت: من شنیدم که شما خیلی کم خواب می کرده اید. شبهای بیدار خوابی نشسته مقاله نوشته درس تیار می کرده اید. این کارتان درست نیست. آدم برای آنکه کارش با برکت باشد باید از خواب سیر شود. شب نغز استراحت کرده بردم و بالیده روح از جای خیزد. اگر شما خواب شبانه را خوش گذرانیده سلامت و بردم خیزید در روز 7-8 ساعت کارتان از چندین ساعتهای کاری بیدار خوابی با برکت‌تر و خوش صفت‌تر می شود. شما به تدریج باید ترتیب کار و استراحت را به تنظیم و اعتدال درآورید. باری دیگر در آمد گپ نصیحتگرانه گفت: برای آدم دوست و آشنای بسیار داشتن خوب است. با دوستان بعضا صحبت‌های شعر و موسیقی آراستن و کمی می و شراب خوردن روح کس را جسم آدم را غذا می‌دهد. اما در شراب خوری آدم باید افراط نکند. می‌دانم که شما در صحبت‌ها عرق می‌خورید. کسی که با کار فکری مشغول است باید عرق نخورد. من گویم که شما کم کم کنیاک استعمال کنید، گپی من به حقیقت راست نمی آید. چون که جوانهای امروزه کنیاک را نه چون شفا بلکه چون اسباب مستی به کار می برند. البته در صحبتها نوشیدن رسم شده است. در این خیل موردها بهترش شراب وینا خورید. شراب خوش در حد اعتدال به مغز و دماغ آدم تأثیری مثبت می گذارد. من پند استاد را درباره ترتیب کار و استراحت بعدها در نظام مشغولیت‌های علمی و ادبی خود رعایت نمودم. تا امروز خیلی کم واقع گردیده است که شب‌های بیدار خوابی به کار مشغول شوم. از صبح سری میز می نشینم، اکثر وقت به نوشتن تألیفات علمی و ادبی خود تا ساعت 1 روز مشغول می شوم. کتاب‌های علمی، مأخذهای مهم و متن‌های علمی و انتقادی را مطالعه می‌کنم. در وقت‌های ضروری به ترتیب دادن مجموعه آثار کلاسیکان مشغول می‌شدم. نیمه دوم روز ساعت‌های معین در انستیتوت یا اتفاق نویسندگان در مجلس و محفل‌های علمی و ادبی و ایجادی می‌گذشت. بیگاه چند ساعت به خواندن روزنامه و مجله‌ها سپری می‌شد. خلاص پند استاد در تنظیم کار و نتیجه آن نقش مثبت ایفا نمود. افسوس که بعد سال 90 پریشانی و اغتشاشات در جامعه ترتیب کار و زندگی را تغییر داد. پند دوم استاد را نیز حتی الامکان رعایت نمودم. در مقدار نباشد هم در شرایط مساعد در انتخاب نوعهای مشروبات.
باری استاد سوالی کرد که تماما غیر چشم داشت بود، اما بعدتر تعمق کردم و فهمیدم که حیات شخصی من برای ایشان بی تفاوت نیست. در آن مورد استاد ناخواست سوال کرد که شما با دختری فلانی، این شخصی نامدار از اهل صنعت بود، طرح محبت داشته اید و عزم جدی هم در پیش بوده است. به من جز راستی گپ را گفتن گزیری نبود. دامالله این گپ ها آوازه است. من به خانه آن کس رفت و آمد دارم، اما چیزی در میان ما نبوده است که باعث چنین گمان ها شده باشد. سال 1947 استاد دختری کلانی خود، یعنی نخست فرزندش خالیده را برای دوام تحصیل اسپیرانتور به تاشکند آورد. هر دوی آنها راست به خانه فاطمه خان آمدند. در این وقت متوکل جان در مسکو در کنسرواتوری تحصیل می کرد و فاطمه خان در کوارتیر با دخترچه‌اش دلبر تنها بود. استاد عینی پیش با خاندان برهانوف ها نغز آشنایی داشت. عمک‌های فاطمه خان مظهر مخدوم مؤمر مخدوم را شخصاً می شناخت. با مکمل مخدوم باز هم نزدیکتر آشنا بود. سالهایی که مکمل مخدوم در بخارا با جوان بخاریان همراه و هم مسلک بود و بعدها در حکومت جمهوری خلقی شورایی بخارا در منصب ناظر یعنی وزیر کار می کرد، عینی با وی ملاقات و معاملات داشت. از واقعی به فاطمه خان خانه‌دار شدن فطرت و سبب جدایی آنها نغز واقف بود. استاد عینی شوهر دوم فاطمه خان عبدالسلام رشیدی را چون یکی از روشنفکران جوان و مدیر معارف شهر سمرقند نیز می شناخت. با فاطمه خان نیز شناس و از سرگذشت‌های این زن بعد از جدایی از فطرت و به اصطلاح حبس شدن رشیدی آگهی داشت. در آن سالها پسری استاد کمال الدین در لنینگراد در فاکولته شرق شناسی تحصیل می کرد. دختری خردی عینی لطفیه در صنف آخرین مکتب 10 ساله روسی می خواند و او نیز نیت دوام دادن تحصیل در مسکو را داشت. خالیده بعد از تحصیل در مسکو و در آموزشگاه نامداری تاجیکی سمرقند فاکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند را ختم نموده و اسپیرانتور داخل شده بود. راهبر غیر رسمی و دائمی خالیده خود استاد عینی بود. استاد به خالیده تحقیق و آموزش عرفان بیدل را چون موضوع رساله نامزدی پیشنهاد کرده بود. زیرا استاد چون بیدل شناس می دانست که اندیشه و آرای فلسفی، عرفانی، جهانبینی و افکار اخلاقی و حیات بیدل بیشتر و روشن‌تر در عرفان انعکاس و شرح و بیان یافته است. استاد عینی می‌خواست که خالیده در تاشکند با گنجینه دست‌نویس‌ها آشنا شود و از شرح و توضیحاتی که در تفسیر آثار بیدل نوشته شده است، از جمله به شرح و توضیحات احمد دانش دست یابد. استاد می‌خواست که خالیده در خانه فاطمه خان اقامت کند، زیرا در آن سالها اکادمی تاشکند و دانشگاه برای اسپیرانتان شرایط موافق اقامتی نداشت. فاطمه خان خواهش استاد عینی را به جان پذیرفت و خالیده خان مقیم تاشکند گردید. من هر چند بارها به حوله استاد رفته با ایشان هم صحبت و مثل فرزند نزدیک شده باشم هم از اهل عائله آن کس هیچ تنی را نمی شناختم. آشنایی اولین من از اهل بیت استاد با خالیده خان بود. من که به خانه فاطمه خان رفت آمد داشتم با خالیده خان همینجا آشنا شدم و زود با هم مثل دادر و خواهر انس و الفت گرفتیم. خالیده خان دختری نهایت خوشگفتار، خوش صحبت و تجسم مهربانی لطیف بود. دایره دانش و آگاهی او از ادبیات خودمان، از ادبیات روس و جهان وسیع بود. به زبان تاجیکی و روسی خیلی صاف و تازه حرف میزد. در کار خانه و پخت و پز هم ماهر بود و هم در ساعتهای فراغت از کار و تحصیل به فاطمه خان یاری هم میداد. 2-3 ماه گذشت و فاطمه خان و خالیده خان به هم قرین شدند، مهر بستند و مثل خواهران چندین ساله با هم معامله و معاشرت داشتند. من 1-2 بار همراه خالیده خان به سمرقند به تعطیل رفتم.
در بازگشت هم به آن کس همراهی و پرستاری کردم. به واسطه خالد خان به اصطلاح به اندرونی حولی عینی راه یافتم. با مادر خالد خان همسر استاد عینی خانم صلاحت بیگم آشنا شدم. این زنی نهایت خوش معامله و خوش تواضع، در نظر تجسم عفت و پاکیزگی و فضیلت می نمود. در واقع هم همسری شایسته و سزاوار و همدم و همنفسی موافق استاد عینی بود. پدر ایشان از مدرس‌های زبردست سمرقند بوده و فرزندان خود ودود مخدوم و دخترش صلاحت بیگم تعلیم علم و اخلاق حمیده داده بود. صلاحت بیگم سواد خوبی فارسی داشت، کتاب‌های کلاسیکان را خوب می‌خواند و می‌فهمید، خط زیبا و خوانا هم داشت که نه همه زن‌های سوادناک ما به این طرز خوب نوشته می‌توانستند. چنان که پیشتر ذکر شده بود، کورس 2 ساله تعلیمگاه شیبانی خان را همسبق مادرم تمام کرده بود. کتاب‌های نشر تاجیکی و مطبوعات تاجیکی را منتظم می‌خواند. عینی آثار خود را به حروفات عربی می‌نوشت. در اولی سالهای 20 عصر گذشته کاتب‌های خاصه داشت که مسوده‌های او را پاک‌نویس کرده و نشریات می‌سپاریدند. بعد از آن که در جمهوری‌های آسیای مرکزی حروفات لاتینی قبول شد، اثرهای عینی را از عربی و لاتینی همسرش صلاحت بیگم برمیگرداند. صلاحت بیگم تا آخر عمر در ماشینکه قدردانش ینگ الف کار میکرد. بعد از درگذشت استاد در تهیه آثار همسرش برای چاپ به فرزندان یاری میداد و در این کار دستگاه ایشان همین ماشینکه بود. صلاحت بیگم که اهل عائله ما آن کس را خاله ملا نامزد کرده بود، زنی نهایت مهمان دوست، نرم گفتار و چهره گشاد بود. در سالهای دانشجویی از رفته‌های من به خانه آنها خواهرانم همایون خان و مهوش خان نیز بعضا نزد خاله ملا و خالیده مهمان می شدند. باری مادرم نیز با تکلیف خاله ملا با خواهر خود سعیده خان، هر دو هم درسان خاله ملا بودند، به مهمانی آن کس رفته بودند. خاله ملا با آنها مثل خویشاوندان قدیم و قدردان معامله دوستانه می کرد. سال 1953 حکومت تاجیکستان برای اقامت دائمی استاد از سرگه کوچه بطنیکی، حالا حمزه حکیمزاده، حولی خوشمنظر و خوشهوایی را تخصیص نمود. منظور این بود که استاد عینی تماماً به دوشنبه کوچیده بیاید و به آسودگی به کارهای اکادمی مشغول شود. کمال الدین عینی حولی را ترمیم و تعمیر نمود که برای پدر سازگار باشد. اما عینی فرصتی به حولی کوچیدن را نداشت و همچنان وقتی به دوشنبه آمدنش در بوستانسرای شهر حکومتی منزل می گرفت. ماه می سال 1954 با بیماری خطرانگیز به دوشنبه آمد. در این وضعیت سخت خاله ملا با خالیده و کدبانوش به حولی برای اقامت آمد. پس از درگذشت تابوت عینی را از همین حولی برآوردند و خاله ملا چند ماه رسم و آیینی سوگواری را در این منزل انجام میداد. بعد از 40 روزی وفات استاد از مسکو به دوشنبه بازگشتم. از بس که خانه و جای نداشتم، با التفات و بنده‌نوازی کمال جان و مادری مهربانش چند مدت در همین حولی اقامت داشتم. خاله ملا به من مثل فرزند خود پرستاری می کرد. در خواب و خفت و خورد و خوراکم غمخوار بود. گاها با هم می نشستیم و او از روزهای گذشته و خصوصاً از طرز روزگار خانوادگی استاد نقل‌های جالب می کرد. حکایت‌هایش خیلی مفصل با جزئیات جالب و شوق‌انگیز و تصویرات و نقل‌های نویسندگی صورت می گرفت. در دل می گفتم که سبک روایتی عینی در وقت ماشینکه کردن اثرهای وی به خاله ملا نقش خود را گذاشته است.
سال 1977 در عرفه جشن پرشکوهی استاد عینی، حکومت تاجیکستان برای همسری عینی از عمارت نوساخت و مجهز طرز اروپایی از پهلوی بنای اتفاق نویسندگان منزلی چند حجرگی وسیع اهدا نمود. خالم الله در این خانه با خالده زندگی می کرد. کمال الدین و لطفیه در جای و منزلهای خود بودند. من با همسرم بشیر خان و فرزندانم زود به دیدار خالم الله و خالده می رفتیم. گاه محفل به مناسبت عید یا زادروزی فرزندان و نبیرگان برپا می شد. ما جوانان موسیقی گوش می کردیم، سرودها می خواندیم، رقصها می کردیم. خالم الله بالای کرسی نشسته با تبسم مهربانانه و ذوق و شوق بزم ما را تماشا می کرد. خالم الله بیکار نمی نشست. همانا ترتیب و عادت مشغولیت دائمی به حکم عادت در آمده بود. یاد دارم با ترغیب و پیشنهاد من خالم الله و خالده داستان ایوقی، ورقه و گلشاه را از روی چاپ تهران به تاجیکی گردانده به طبع رسانیدند. خالم الله بعد از بیماری نچندان سخت و نچندان طولانی 17 ماه می سال 1983 از عالم چشم پوشید. فرزندانش، خویش و اقربا و بسیار آشنا و مخلصان جانیش از جمله من و اطرافیانم آن کس را در قبرستان سری آسیا به خاک سپردیم. حالا فکر میکنم که سزاوار آن بود که از پهلوی همسری یک عمری خود منزل آخرت را صاحب میشد. هر جا که خاک شد جایش جنت است و رحمت الله علیها. خالده پس از انجام مشغولیت علمی آخر سال 1948 به سمرقند بازگشت. در این وقت در اول سالهای 50 یگانه فرزند حاضر و ناظر در خاندان عینی خالده بود. در این سالها فعالیت علمی و ادبی عینی در اوج کمالات و پرباری بود. غیر از این عینی همچون وکیل پارلمنت اتفاقی و خادم جمعیتی و بعدتر در وظیفه پرزیدنت اکادمی علما فعالیت پرجوش داشت. با خواهش روزنامه و مجله‌های مرکزی مسکو و مخبران شوروی و خارجی مقاله و صحبت‌ها ترتیب دادن لازم بود. در مکاتبه با روزنامه‌های روسی و در تهیه مقاله‌های استاد به زبان روسی کاتب خاصه و ترجمان بی‌منت خوش سلیقه خالده بود. در این سالها لطفیه در مسکو و کمال در لنینگراد مشغول تحصیل و کسب علم و دانش بودند. در عین زمان خالده تحقیق علمی خود را در آموزش و تدقیق عرفان بیدل ادامه میداد. در این کار مشکل مشاور، راهنما و رهبر علمی دائمی استاد عینی بود. من سخت معتقدم که خالده در آن سالها در حل مشکلات آثار بیدل و جز عینی از کسی دیگر چنین راهنما و مشکل کشا را پیدا کرده نمیتوانست. سال 1950 خالده به مدت کوتاه به مسکو رفت. با راهبری شادروان برتلز کار خود را به زبان روسی به شکل دیسرتاتسیه به تنظیم آورد و در شورای علمی انستیتوت شرق شناسی مسکو رساله نامزدی را در موضوع بیدل و مثنوی عرفان او دفاع نمود. بعد از این به سمرقند بازگشت و تا دم آخرین در نزد پدر و در خدمت پدر بود. خالده بعد از درگذشت پدر در تشکیل موزه استاد و در حوله کوچه حمزه حکیمزاده در گردآوری ارشیو و تنظیم و تحقیق آن خدمت‌های شایسته کرد. در این کار البته سهم فرزندان دیگری استاد مخصوصاً کمال عینی هم کلام بود، اما کار اساسی علمی و تشکیلی در عهده خالده بود. خالده بعد از دفاع رساله نامزدی کار تحقیق و آموزش آثار و احوال بیدل را ادامه میداد. وی هنوز در زندگی استاد به تهیه متن علمی و انتقادی اثر بزرگترین بیدل 4 عنصر شروع کرده بود. این کار را بعد از سری پدر در مدت قریب 20 سال بی فاصله ادامه داد.
در شرح و تفسیر نکته‌های دشوارترین این اثری بیدل، مشاور و راهنمای خالده تقایی آن کس ودود محمودی بود. این کاری بزرگ و پرزحمت را خالده در اول سال 1980 به آخر رسانید. می‌خواست از نظر تحقیق و مصلحت دانشمندان گذرانیده به چاپ سپارد و پیش از بررسی عموم چند باب متن را به این جانب داد تا همچون آشنای دیرین و سرپرست بخش تاریخ ادبیات فارس و تاجیک انستیتوت رودکی از نظر گذرانم. چند صفحه کار را به دقت تام و شوق تمام خواندم. دیدم که خالده در تهیه و تفسیر و شرح مندرجات و مضامین 4 عنصر زحمت مردانه کشیده است. خالده در واقع یک جهانی نو و یک معمای مشکل آرا و افکار بیدل را برای اهل علم و شوقمندان مکتب بیدلی کشف نموده است. ما با خالده عهد کردیم که این کار هرچی زودتر در حضور دانشمندان مطرح گردد و بعد برای چاپ آن هرچی زودتر چاره‌بینی کردن ضرور است. حیفا که تدارکات و همت پیش گرفته ما عملی نشد. دیری نگذشت و خالده ناگهانی در اثر کاربرد طبابت ناسنجیده شخصان نزدیکی خود به هیچ بیماری و کسالت چشم از جهان بست. این واقعه در ماه نوامبر سال 1984 رخ داد که آن وقت خالده 62 سال داشت. مرگ ناگهانی و گویا به قول معروف خود خریده خالده برای من سخت اندوهی بود. این زن که در زندگی دوستانی بسیار داشت، در حیات شخصی تنها به یاری دمساز و همدم و همراز بود. خوشنودی زندگی برای وی پاس داشتن یاد پدر و در دل پروریدن مهر مادر، زحمات آسایش و آرام بخش در راه علم و کسب دانش بود. ما با هم دوست بودیم، همدیگر را گرامی می داشتیم و خوشبختانه احساس می نمودم که حسن توجه و صمیمیت رفیقانه من برای خالده قوت و نیروی روحانی بود. در خالده خصلت‌های حمیده پدری بزرگوارش را می دیدم. همان پاکیزه‌کاری در تحقیق علمی و کارهای ایجادی، همان صمیمیت و بی‌ریایی در صحبت و مناسبت به دوستان و همنشینان، همان صحبت آرایی و دانشوری و محاوره و الفت دوستانه، حتی همان طرز گفتار و خنده‌های ذوق‌آور که استاد داشت. هر باری که خالده از پدر دده جانم این خل می کردند، این طور می گفتند، گویا یادآور می شد، یک مهر گرم و آتشباری را بین پدر و دختر احساس می کردم. دلم گواهی می داد که خود استاد هم خالده را خیلی دوست می داشت. سال 1922 برای کودکان کتاب خوانش ازبکی نوشته بود به نام دخترک یا خالده. نام نخست فرزندش خالده را به عنوان کتاب درسی برگزیده بود. خالده به شرف جشن 100مین سالگرد استاد کتابی نوشت به نام حیات صدرالدین عینی به زبان روسی. این کتاب خرد در آموختن زندگی نامه استاد عینی از بهترین و نادرترین کتاب هاست. جای آن است که کتاب به زبانهای مختلف چاپ شود تا لحظه های مهمترین زندگی نامه عینی که از نظرها پوشیده است به اهل علم و دانش معلوم گردد. در عرفیت می گویند جای شما خالی بود. این عباره تعارفی شده است، اما من در مورد خالده می گویم که جای آن کس خالی مانده است. این را من همیشه احساس می کنم و همیشه در یاد این زنی به قول معروف احسن الفطرت هستم.